وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده و وضعیت افغانستان را به بررسی گرفتند. وزارت خارجه روسیه در برگه ایکسش نگاشته که طرفین در این نشست تاکید کردند که هیچ بدیلی برای گفتگو و ایجاد روابط با امارت اسلامی وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران در این نشست بیان داشته که گروه‌های هراس افکن مانند داعش و القاعده نه تنها مردم افغانستان بلکه امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. عباس عراقچی افزوده که کشورهای همسایه اجازه نمی‌دهند هراس افکنی و افراطگرایی در افغانستان رشد کند. گروه‌های هراس افغان به ویژه شاخه‌های داعش در حال سوء استفاده از وضعیت فعلی برای نفوذ بیشتر هستند. ما باید همکاری‌های خود را در زمینه پیکار با هراس افغانی تقویت کنیم و جبهه متحد در برابر نیروهای مخرب تشکیل دهیم. پیام ما باید روشن باشد: هراس افغانی در افغانستان و منطقه جای ندارد. در همین حال معاون سخنگوی امارت اسلامی ضمن استقبال از موضوع کشورهای منطقه در قبال افغانستان تاکید می‌کند واقعیت هم دا د هیوادونو ترمنځ خبرې او سیاسي ډیالوګ د مثبتو سیاسي تعاملاتو لپاره لار جوړوي. موږ پر رغند د خبرو اترو له لارې پر رغند د سیاسي تعاملاتو باور لرو، لکه څنګه چې د سیمې له هیوادونو سره موږ ښې او مثبتې اړیکې لرو. د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتونکي. برخی از آگاهان سیاسی و نظامی میگویند که برای برقراری روابط خوب سیاسی با حکومت سرپرست نیاز است تا کشورهای منطقه راه تعامل با امارت اسلامی را در پیش گیرند. برای اینکه از تنش‌ها و بحران‌ها در آینده افغانستان جلوگیری صورت بگیره، نیاز است که کشورهای منطقه و فرامنطقه نسبت به حکومت افغانستان و یک راه قانونمند و یک راه تعامل محور در نظر داشته باشند. بجز تعامل و مشارکت و اقدام طالبان با جامعه جهانی راه دیگر وجود ندارد. اگر جامعه جهانی میخواد که افغانستان از انزوای سیاسی و اقتصادی بیرون شود، باید با طالبان یک مکانیزم تعامل و مشارکت را روی دست بگیرد. این در حالی است که روسیه، چین، ایران و پاکستان مانند دیگر کشورها امارت اسلامی را به رسمیت نشناختند، اما روابط اقتصادی و سیاسی با امارت اسلامی دارند. همچنان یکی از شرطهای جهان برای برقراری روابط و به رسمیت شناسی امارت اسلامی همکاری و پشتیبانی نکردن با هراس افکنی است، موردی که روسیه، ایران، چین و پاکستان با آن تاکید کرده‌اند.